خبر امروز اومدیم با یه ویدیو دیگه. لطفا قبل از اینکه ویدیو ما رو ببینید کانال رو لایک و سابسکرایب کنید و زنگوله نوتیفیکیشن رو بزنید تا هر موقع ویدیو جدید میذارم یوتیوب بهتون خبر بده. بچه موضوع ویدیو ما امروز راجع به بهشت خداه. شاید واسهتون سوال پیش بیاد که چرا عکس سونیک رو زده. برای این زدم که گفتم که دیگه عکس بهشت زیادی مثلا به چشم میاد، گفتم به نظرم بهتره و برای اینم عکس سونیک رو زده. و یه تئوری میگه که شما هر چیزی حتی بدترین چیزا فکر کنید بهش سرتون میاد. اینجا واسه تون یه مدرک میگه، مدرک واقعیه، خودم در نیاورده. شما فرض کن ذهنتون وسوسه پیدا میکنه. فرق ناخودآگاه و خودآگاه اینه. ناخودآگاه یعنی جایی که تفکر دارید، خب فکر میکنید، خودآگاه یعنی جواب میدید. و بله اینا جدا. ناخودآگاه تو رو وسوسه میندازه، حالا هر کی رو. شاید مثلا بعضی قدرتشو داشته باشن که بتونن نه بگن، خب مثلا مقابله کنن این سونیک، حالا ببخشید حالا هر کی. ولی بعضی شاید بیشترتون نتونید و یه حسی بگید آقا چرا من همیشه اینجوری میشم. این طبیعیه که بپرسید، ولی مثلا بهتون اول بگذاریم. آره مثلا وسوسه میندازه، بعد شما خسته میشید، بعد میگید باشه با تمام وجود فکر میکنید به چیز ترسناک، اون چیزی که میخواید پیشتون ظاهر میشه و فکرشو کنید همون لحظه خدا جلوی شما ظاهر میشه و به شما اینجوری میگه. شاید هم بخنده. شما لایق همه چی هستید. شما لایق هر چیزی هست فکر میکنید هستید. و منظورش اینه که شما اگه با تمام وجود فکر کنید همینا سرتون میاد. باید جلوی خودتون رو بگیرید. و این تو دنیا واقعی ما هم یه جور درسه. میگه که آقا شما جلوتون یه بسته نمیذارن. نمیخوام ببخشید من 12 سالمه، نمیخوام شما رو نصیحت کنم، ولی بذارید آقا حرفای واقعی رو بگم، شاید به دردتون اومد خورد. آره میگن آقا نباید جلو طمع رو بگیرید و جلوشو. میگه وقتی تو بستنی رو میخوری نه تنها ضرر میزنی بلکه داری طمعت هم قوی میکنی. و به خاطر همینه که هر دفعه طمعت قوی تر از خودت عمل میکنه. نباید بذاری. بروسلی خوب حرفی میزنه، میگه شما هر کاری کنی به نفته، نباید بذاری ریشه های طمع برسه به مغزت و تو رو کنترل کنه. و اینم یه دونه تئوری بود. مرسی که تماشا کردید. خدا نگهدار.